سلام، پاریسی هستم و شما به پادکست پاریسولوژی از سری The Wellness Edge به فارسی گوش میکنین. قسمت دوم از 4 ساعت گفتگوی دکتر لین نورتون با اندرو اوبرمن. در این قسمت Time Restrict Eating، غذا خوردن با زمان محدود، مارکر A1C، گلوکوز قند خون و همچنین مقدار خواب و اینکه خوردن کربوهیدرات در چه زمانی از روز میتونه به ویت لاس کمک کنه نگاهی شده است. در بعضی از تحقیقات دیده شده وقتی که فاستینگ بلاد گلوکوز رو بین دو گروهی که گروه اول خوردن رو به 8 ساعت محدود کرده بودن و تا قبل از بعد از ظهر 80% غذا رو خورده بودن و بین کسانی که خوردن رو به 12 ساعت محدود کرده بودن و 50% غذا رو تا قبل 5 خورده بودن، تفاوت زیادی در فاستینگ بلاد گلوکوز اونا دیده نشده بود. اما نکته مهم اینه که این مارکر مناسبی برای تشخیص بهتر بودن یا مناسب بودن این نوع دایت برای شخص نمیتونه باشه. به شکل کلی A1C مارکر مهمتری برای تشخیص اندازه خون میباشه و اصطلاحاً ریلایبل تره. وقتی فردی زمان بیشتری روزه‌داری میکنه حتما که قند خون فاستینگش پایین تره و برای همین A1C شاخصه مهمتری برای اندازه‌گیری و سنجش این نوع دایت ها هستش. پس اگر دارین در نظر میگیرین که در واقع رستریکت کنین، محدود کنین محدوده غذا خوردنتون رو یا همون اینترمیدیت فاستینگ ها رو میخواین انتخاب کنین، حتما وقتی که بلاد ورک خودتون رو انجام میدین شاخصه این در واقع اگزامان کردنه که آیا این برای شما مناسب هست یا نه باید A1C باشه، نه فاستینگ بلاد گلوکوز. خوبه که بدونین رنج نورمال برای A1C باید پایین تر از 5.7% باشه. 5.7 تا 6.4% پری دیابتیک میشه و بالای 6.5% های ریسک اور دیابتیس میشه. با در نظر گرفتن این مارکر میتونین تصمیم بگیرین که آیا اینترمیدیت فاستینگ ها برای شما مناسب هستن یا نه. حتما در این مورد خاص با دایتیشن و یا کسی که در واقع در زمینه تغذیه تخصص داره مشورت کنین و بدونین که در واقع آیا برای شما ریسک داره یا نداره، چون در بعضی موارد خاص میتونه باعث بشه که قند خون شما اتفاقا تریگر بیشتری پیدا کنه و به نفع شما نباشه. تحقیقات زیادی هست که نشون میده اینترمیدیت فاستینگ ها در واقع درمان دیابت یا پری دیابت کمک کرده، اما نمیتونین ریسک کنین و اگر شاخصه A1C شما در محدوده ریسک قرار داره حتما باید با نوتریشنیست خیلی نزدیک کار کنین تا بتونین به شکل خیلی سیف اینترمیدیت فاستینگ رو بگیرین و یا شاید هم برای شما مناسب نباشه. گفتگو اونها به قسمت میرسه که بعد از اینکه صحبت کردن چه مقدار پروتئین هر شخص نیاز داره که 20 تا 25% کالری دریافتی روزانه هر شخص باید از منابع پروتئینی تامین بشه. بقیه کالری دریافتی باید از کربوهیدرات ها، چربی ها، میوه ها، سبزیجات، نشاسته ها و موارد دیگه دریافت بشه. سوال اینجا اینه که آیا داده‌های ارزشمندی وجود داره که بتونه کمک کنه چه زمانی بهتره کربوهیدرات دریافت بشه که بتونه به ویت لاس هم کمکی کرده باشه و بعد باید به چه چیزهایی توجه کنیم که بشه قوانین و مواردی رو به شکل اصولی در نظر بگیره که توهم خوردن کربوهیدرات و یا خطر چاقی رو از آدم‌ها بگیره. نکته‌ای که دکتر نورتون بهش در واقع اشاره میکنه اینه که اول از همه باید به این دقت کنین، خیلی براش مهمه این موضوع، که اول باید به این موضوع دقت کنین که نخوردن استارچ و کربوهیدرات در شب تنظیم خواب شما رو به هم نزنه. پس نشون میده که اون میاد به این نکته توجه میکنه که خوابیدن خیلی مهمتر از نخوردن کربوهیدراته. در واقع خواب خوب و خواب کافی و خواب دیپ یا حالا رم یا البته در واقع ترکیبی از هر دوش که حالا رم قسمت دومی هستش که ما به شکل خوب ریکاوری میکنیم خصوصا مغز رو، خیلی مهمتر از نخوردن کربوهیدرات هست و این سوال رو پیش میاره که ما چجوری میتونیم به این نتیجه برسیم که هم بتونیم ویت لاس خودمون رو در واقع در مسیری قرار بدیم که نیایم با خوردن کربوهیدرات خواب خودمون رو به هم بزنیم و در این حال کالری زیادی دریافت نکنیم به خاطر اینکه خواب خوبی داشته باشیم. نکته اساسی اینجاست که با این باید دقت کنیم که اگر نخوردن استارچ و کربوهیدرات در شب تنظیم خواب شما رو به هم میزنه، نشون میده که سیستم بدنی شما برای خواب خوب و لازمه داشتن یک خواب کافی به اون کربوهیدرات در زمان نزدیک به خواب شما نیاز داشته.
به این نکته هم باز توجه کنین که اینجا گفته نمیشه که شما باید کربوهیدرات بخورین یا چیزی بخورین قبل از خواب که خواب خوبی داشته باشین. نکته اینجاست که راه حل مشخصی وجود نداره. دوباره دکتر نورتون میگه که این یک ترید آفه، یعنی ما نمیتونیم بگیم حتما این راه حل نخوردن غذا بعد از 6 ساعت بعد از ظهر برای همه کاربرد داره. شما باید نگاه کنین که اگر مقدار کالری دریافتی شما مناسب بوده و در هنگام نزدیکی به شب، نزدیکی به خواب، با خوردن یه چیز کوچیک در واقع شما خواب بهتری خواهید داشت، سهم‌بندی غذای شما در طول روز باید تغییر کنه تا همراه با در نظر گرفتن مقدار کالری دریافتی روزانه همچنان چیزی باقی بمونه که نزدیک به خوابتون اونو بتونین دریافت کنین و خواب بهتری داشته باشین. و اینجا نکته مهمی که بهش اشاره میشه اینه که رندومایز کنترل ترایل ها و یا تحقیقات آخر دنیا نیستن. بعضی موارد هستش که فقط در مورد شخص به شکل خیلی ویژه‌ای باید اجرا بشه. یکی از اون موارد ممکنه مقداری از کالری دریافتی روزانه بمونه برای نزدیک به ساعت خواب، نه دقیقاً قبل از خواب، و یا اینکه اون شخص اینترمیدیت فاستینگ حتماً به پایین آوردن قند خونش کمک نکنه، و اینکه اون شخص حتما اگه غذا خوردنش رو رستریکت کنه حتما ویت لاس براش به وجود نمیاد. همه اینها رو باید شخصی در نظر بگیرید، یعنی یه راهی رو پیش میگیرید، یه پروتکلی رو بر خودتون میگزینید و بعد از اونجا میای آزمون خطا میکنید که آیا این برای شخص X کاربرد داره یا نه. این روزا آدما میشنون که کربوهیدرات بده، اینترمیدیت فاستینگ خوبه. در واقع بهداشت تغذیه‌ایشون دچار یه تزلزلی میشه، نمیدونن کدوم راه انتخاب کنن. میتونیم به چیزهایی که مهمه توجه کنیم و بعد راه رو از اون سمت بگیریم. چیزهایی که خیلی مهمه توی بهداشت تغذیه‌ای و یا لایف استایل خوب، یکیش خوابه، دومیش حس و انرژی خوب در طول روز، طول تمرین و بعد از بیدار شدنه. اینا شاخصه ها و مارکر هایی هستن که شما میتونید در نظر بگیرید و وقتی راهی و پروتکلی رو برای خودتون انتخاب میکنید این چیزها رو در نظر بگیرید که آیا اینا همچنان کیفیت کافی رو دارن یا نه. اگر کیفیت کافی رو ندارن نشون میده که اون راه و روش به درد شما نمیخوره. این دو نفر برای اینکه بیان در واقع اهمیت خواب، انرژی و تمرین کردن رو در واقع بهش دوباره تاکید کنن، میان مثالی از تستوسترون آقایون میزنن. تستوسترون که لولی بین 300 تا 1200 داره، یکی از شاخصه های بزرگیه که آدما میتونن بفهمن آیا لایف استایل و در واقع هورمون لول های سلامتی دارن یا نه. اگه یه شخصی توی ویت لاس و داره پروتکل های مثلا تغذیه‌ای و ورزشی خاصی رو رعایت میکنه، اما وقتی که بلاد ورکش رو میگیره تستوسترونش نسبت به سنش تو لول مناسبی قرار نداره، حتما باید یه نگاهی دوباره به روشی که پیش گرفته بکنه. الان TRT ها یا تستوسترون ریپلیسمنت تراپی ها خیلی رایج شده، اما خیلی وقتا آدما نمیان در نظر بگیرن که خواب خوب و با کیفیت، تغذیه مناسب، تمرینات مقاومتی بجا و به اندازه در طول هفته میتونه توی لول تستوسترون شخص تاثیر خیلی 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 بیشتر و پایدارتری رو بذاره. اینجا دوباره دکتر نورتون میاد به این نکته خیلی تاکید میکنه که consistency is the key. ثبات و استحکام در راهکار پیش گرفته خصوصا در تمرینات میتونه جواب اصلی تمام مسائل و مشکلاتی که برای ویت لاس پیش میاد باشه. اینجا این مقدار بحث عوض میشه و در واقع از ویت لاس، پروتئین اینتیک و حالا رزیستنت ترینینگ مقدار خارج میشن و بعد از اینکه یه تحقیق رو هم بررسی میکنن که چطور باور و در واقع احساسات آدم ها میتونه توی سلامت اونا تأثیر بذاره. تمام مطالعات و تحقیقاتی که حالا چه رندومایز کنترل ترایال باشه و چه نباشه رو در واقع میذاره کنار. اینکه اینجا مثالی میزنه اندرو برمن از دوتا پدر بزرگش که یکیشون توی آرژانتین زندگی میکرده و فست فود میخورده، بستنی بعد از غذا میخورده، ولی همیشه خوشحال بوده. چندین سال اون بیشتر از کسی کرده که حالا شاید خیلی چیزها رو بهتر از این شخص رعایت کرده باشه. اشتباه نکنین، اینجا این دو نفر نمیگن که هر جوری دوست دارین زندگی کنین و اگر هر جوری دوست دارین زندگی کنین حتما تناسب اندام و
در واقع سلامت تر میمونید. نکته اینجاست که باور آدم ها و اطلاعات اونا خیلی میتونه روی همدیگه تاثیر بذاره. اگر کاری رو انجام میدیم، اگر مسیر رو در واقع میخوایم انتخاب کنیم، باید بهش باور داشته باشیم. این پروتکل ها باید جوری باشه که به نوع لایف استایل، کالچر ما، نوع شخصیت، بک‌گراند و هر چیزی که شامل این هویت ما میشه در واقع بخوره. خیلی وقتا اندرو هوبرمن میاد بحث میکنه، میگه که من اگر قبل از خواب چیزی نخورم در واقع نمیتونم بخوابم. اما اگه من اینو به کسی که کاملا چسبیده به این ایده که من اگه کربوهیدرات قبل خواب بخورم چاق میشم بهش بگم، مسلما خلاف باورهای اون شخصه. اما از اون طرف هم اگه بیام تحقیقات رو ببینم، هیچ وقت گفته نشده که اگر شما کربوهیدرات مثلا نزدیک به خوابتون بخورین باعث اضافه وزنتون بشه. چیزهایی که کنار هم میذاریم با چیزهایی که باور داریم باید این مقدار به هم شبیه باشن و اینکه به اون شخص و به اون در واقع ویژگی هایی که هر شخصی داره هماهنگی داشته باشن. من شخصا اگر که قبل از ورزش چیزی نخورم، در واقع راندمان ورزشی من خیلی پایین میاد. نکته اینه که بعضی موقع ها ما انقدر به اون آوتکام چسبیدیم که در واقع اون مکانیزم کاری رو که برگزیدیم هیچ گونه احساس و باوری توش وجود نداره. اگر من فقط به این چسبیده باشم که رو ساعتم نگاه کنم ببینم چند تا کالری دارم میسوزونم، هیچ فیلینگی، هیچ احساسی، هیچ شادمانی لزوما توی اون پروسه کاری وجود نداره. اینها جدا از تحقیقات، جدا از RCT ها هستن. چیزی هستش که ما نمیتونیم توی تحقیقات خیلی 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 روی اونا حساب کنیم، اما چیزی هستش که ما همه میدونیم، احساس. اگر من حس خوبی به ورزشم داشته باشم، در واقع قوام بیشتری اون تمرین برای من خواهد داشت. من میدونم که این تمرین منو خوشحال میکنه، من میدونم این نوع غذا خوردن و این مقدار خواب به من انرژی بیشتری میده. در کنار اون تحقیقات و پروتکلی که من در واقع انتخاب کردم یا شخص دیگه‌ای به نوع ویژگی های بدن من، کالچرلی من و تمام شاخصه هایی که شامل من میشه میخوره. پس بنابراین رو میتونم در مدت طولانی تری انجام بدم و نخوام توی 1-2 ماه به نتیجه برسم که در واقع شاید غیر ممکن باشه. باز اینجا دکتر نورتون میاد مثالی از دریافت کریاتین توی گروه‌های مختلفی که در واقع داشتن این مطالعه روش رو انجام میدادن مثال میزنه. میگه که به یه سریشون کریاتین میدن، به یه سریشون کریاتین نمیدن. در واقع میان رندوملی به یه سریشون کریاتین داده بودن میگن ندادن، به یه سریشون که کریاتین نداده بودن بهشون گفتن دادن و در انتها وقتی که میان تمام این نتایج رو در واقع بررسی میکنن میبینن که جواب برعکس اون چیزی بوده که در واقع انجام شده بود. این به این نتیجه نبوده که کریاتین روی اونا جوابی نمیداده، این به این دلیل بوده که باور اونا چیز متفاوتی از دریافت اونا بوده. پس بنابراین باورهای ما در کنار پروتکل هایی که ما در واقع انتخاب میکنیم تأثیر بسیار بسیار زیادی دارن. مثال دیگه دوباره میزنه که به یه گروهی استروید میدن، به یه گروه دیگه استروید نمیدن و در واقع اونا رو میفرستن برای تمرینی که داشته بودن. اون به این باوره و در واقع اون تحقیق نشون میده که باور اونا به خاطر دریافت استرویدها اینجوری بوده که حتما تمرین بهتری انجام بدن و حتما ریکاوری بهتری خواهند داشت. اینجا میگه که توی تحقیق نشون میده که اونایی که استروید مصرف کرده بودن واقعا تمرین بیشتری داشتن، واقعا مثلا گین بهتری داشتن و واقعا ریکاوری بهتری داشتن. اما اون میاد اینو این مقدار نقض میکنه، میگه باور اونها به خاطر این دلیل خودش تاثیر خیلی 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 زیادی روی نتیجه این تحقیق داشته. در واقع میخواد بگه که پلاسیبوها و یا جایگزین‌ها که میاد باور آدم ها رو مقدار در واقع دستکاری میکنه میتونه توی عملکرد آدم ها، توی نتایج، توی آوتکام تاثیر خیلی 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 زیادی داشته باشه. اینجا یه مقدار بحث حالت عرفانی و این اسپریچوال پیدا میکنه که البته که از باورهای من هست. من فکر میکنم که توی هر در واقع راه حلی که برای خودمون داریم انتخاب میکنیم، چه در جهت کاری، چه در جهت سلامتی، چه در جهت زیبایی اندام، ویت لاس و یا هر چیز دیگه هست، باور توش در واقع تاثیر مهمتری رو خواهد داشت.
یکی از چیزایی که توی کوچینگ به ما یاد میدن، موقعی که به ما یاد میدن چجوری با کلاینت صحبت کنیم یا چجوری کانسالت کنیم یا در واقع چجوری نوتریشن کوچینگ کنیم، همیشه از ما میخوان که ازشون سوال کنیم که چه حسی دارن، چه باورهایی دارن، از چه کالچری میان. به نظر من این 3 نکته بزرگترین نکته است وقتی که میخواین فکر کنین چه راه حلی رو برای ویت لاستون، تناسب اندامتون یا برگزیدن لایف استایل جدید انتخاب کنین. ممنونم از همراهیتون در این قسمت و خداحافظ تا قسمت The Wellness Edge by Parisology به فارسی.